اگه مامانم همون موقع منو میبرد دکتر، الان این ویدیو وجود نداشت. یه فلش بک میزنیم به 6 سالگیم. دقیقاً همون سالی که این اتفاق عجیب افتاد. یه روز صبح که از خواب بیدار شده بودم و طبق معمول شیطنت داشت از چشام میبارید، تو اتاقم داشتم بازی میکردم که یهو سرک کشیدم دیدم آخ جون، مامانم رفته تو آشپزخونه. پس الان وقتشه بپرم داخل حال و یه ماجراجویی جدید را بندازم. با خوشحالی رفتم توی حال و تو دنیای خودم با هواپیمای خیالیم بازی میکردم که یهو فقط یه چیزی میدیدم. تلویزیون قدیمی خونمون که افتاده بود روم. یهو زدم زیر گریه و مامانم بدو اومد تلویزیون از روم برداشت. بعدش همه چی آروم شد، اما داستان از همین جاست که عجیب تر میشه. از اون روز دیگه گریه نکردم، اما تا می نشستم آخ، تا می پریدم آخ، تا می دویدم آخ. یه مدت گذشت تا روزی که داداشم سرما خورده بود، میخواستن ببرنش دکتر. منم به زور خودم رو تو ماشین جا کردم. مامانم جریان آخ گفتن منم برای دکتر گفت و دکترم بعد از کلی عکس و آزمایش به مامانم گفت خانوم دنده دخترتون شکسته، الان باید بیاریدش. مامانم هم با چشای گرد شده و دهن باز داشت نگام میکرد. ولی دکتر بعدش گفت خدا رو شکر چون توی سن رشد خودش جوش خورده. برگردیم به الان که البته هنوزم شیطونم، اما خلاصه خواستم بگم شیطنت گاهی بلای جون آدمه. یه نمه با احتیاط انجامش بدین. شما هم توی بچگی بلایی سرتون اومده که بعداً فهمیدین چقدر جدی بوده؟ چایی دم کن بشین، قصه زیاد داریم.